سلام به همه همراهان کانال MS تریدر. امیدوارم حال همگی شما خوب باشه و امیدوارم که فیلم قبلی رو دیده باشید و ازش هم استفاده کرده باشین توی معاملاتتون. بهتون پیشنهاد میکنم حتما کانال تلگرام و کانال اینستاگرام MS تریدر رو دنبال بکنید. توی کانال تلگرام میتونید که از سیگنال های معاملاتی فری که ما میذاریم استفاده بکنید بدون پرداخت هیچ هزینه ای. با این موضوع خیلی کم پیش میاد که جایی بتونید اینو بدون هزینه پیدا بکنید، پیشنهاد معاملاتی رو بدون هزینه پیدا بکنید. خب اگر که ما این کار میکنیم و اگر که باز چیزهای پولساز و فضای پولسازی ما پیدا بکنیم توی بازار، حتما بهتون پیشنهاد میکنیم. پست های اینستاگرام هم حتما ببینید، چون که هر کسی که دنبال آموزش هست، هر کسی که دوست داره دانشش رو توی زمینه ترید معامله گری بالا ببره، حتما پیج اینستاگرام ما رو دنبال بکنید و هر سوالی که داشتید از پشتیبانی بپرسید. حتما در اولین فرصت جوابگوی شما هستن و هدفمون این هست که سطح دانش شما رو بالا ببریم و به شما کمک بکنیم. یه پستی آماده کردیم توی اینستاگرام، گذاشتیم به شکل اسلایدی گذاشتیم. خواستم که بیشتر متوجه بشین و فیلم آموزشیش هم توی یوتیوب هم میخوام که بذارم که شما هم امتحان بکنید، بک تست بگیرید و ازش استفاده بکنید. ما توی چارت GBP/USD هستیم، همونجور که میبینید تو تایم 5 دقیقه یه اصلاح کوچیکی داشتیم. خیلی از تریدرها توی این همچین موقعیتی یه جورایی خودشونو میبازن و میگن که کلن از دستشون رفتی که معامله دیگه. نگاه کنید چه ریزشی داشته، چه اصلاحی داشته. خب ما دیفالتمون اینه که اصلا قبل از اینکه من اینو توضیح بدم، چه چیزی باعث شده که توی همینجا سمت چپ چارتمون چه چیزی باعث شده که این اصلاح یا این کندل بزرگ نزولی رو ما ببینیم و پیش بیاد. یه منطقه‌ای رو داریم، یه محدوده‌ای رو داریم به اسم منشأ حرکت. منشأ حرکت یک قسمتی هست که قیمت باعث میشه که قیمت از اونجا یه اصلاح خوبی رو داشته باشه، حالا چه صعودی چه نزولی، ولی اینجا توی این چارت ما نزولی بوده. اگر که گذشته از اون هم خود محدوده منشأ حرکت خودش یک FTR هست. FTR یک گره معاملاتیه که معمولا روی SNR ها پیش میاد و ساخته میشه که این محدوده باشه. این ما اینجا یه دونه خط SNR داشتیم، قیمت اومده به سمت بالا برخورد داشته و یه دونه SNR ساخته. اگر تو تایم پایین بریم، اینجاها یه دونه FTR خیلی کوچولو داریم که حتی اینجا هم داشتیم، مشخصه، ولی میتونیم خیلی دقیق ترش رو تو تایم پایین تر ببینیم. حالا من اینو پاکش بکنم که بهتر متوجه بشیم. خب میبینی که این SNR اومده یه دونه FTR واسه ما شکل داده که ما FTR هامون رو چجوری میکشیدیم. توی فیلم قبلی من براتون، توی آموزش قبلی براتون گفتم، از فیبو ریترسمنت استفاده میکنیم و اینجوری که یک قسمتش 0 هست، پایین 0، نیم و 1. اگر از پایین بیاد ما احتمال برخورد و پیش‌فرضمون این هست که احتمال برخورد به سطح پایین رو میدیم و نیم رو میدیم، و اگر از بالا بیاد احتمال برخورد به سمت به خط 1 و به منظورم خط اول و خط وسط هست. 50% رو میدیم و اگر از بالا بیاد ما بای میگیریم و اگر از پایین بیاد ما سل میگیریم. خیلی راحت. حالا توی این محدوده هم ما میبینیم که قیمت از اینجا ریزش داشته، اصلاح داشته، پایین اومده. خب وقتی که یک بار باعث همچین نزولی شده، میتونه که اگر قیمت اومد بالا اینجا سفارشاتی باشه که دوباره باعث اصلاح بیشترش بشه یا حالا همون قدر بشه و ما میخوایم که نمیخوایم حالا بیشترش رو بگیریم، ولی اگر میتونستین ریسک بیشتری هم بکنید، حتی بازار میتونه که پایینتر هم بیاد.
دلایل و عواملی من دارم میبینم، ولی الان سودی که من بخوام اینا رو توضیح بدم براتون، ما میخوایم صرفا اندازه همین قدری که اومده همینقدر دوباره سود بگیریم ازش. پس پیش‌فرض ما اینه که اگر قیمت برگشت به سمت بالا، من این رو اول براتون توضیح بدم که اگر برگشت به سمت بالا ما سل میگیریم از 50%. خب ما میریم اینجا استاپمون رو یه کمی بالاتر از محدوده افتیارمون میذاریم و اوپن پوزیشنمون هم بازم یه کوچولو پایین تر از 50% خط سبز، 50% افتیارمون میذاریم. تارگتمون کجاست؟ اینجا میبینین یه شادوی پیش اومده، شادوی شکل گرفته. ما دوباره میایم یک محدوده مثل محدوده افتیاری که بالا، منشأ حرکتی که بالا کشیدیم، میایم دوباره اینجا میکشیم. پس دقیقا مثل هم و ما انتظار داریم که با خط اول افتیارمون یا خط 50%ش نیمش برخورد بکنه. اگر درصد ریسکتون پایین هست با 1 و اگر بیشتر با 50%. من خودم با اینجا قرارش میدم و میگم که قیمت میاد، پیش‌فرض ذهنی من اینه که برمیگرده میاد بالا، اوپن پوزیشنم اینجاست، اینجا پوزیشن من باز میشه و اصلاح دوباره تا این محدوده، شاید هم پایین ترم بره ولی من تا همین قدرشو میگیرم. خب من دیگه اینجا براتون اسمشو بنویسم که فراموش نکنید اسامی اینها رو بدونید. خوبه. آهن رو برو خاموش کنیم. به همین زیبایی. این منشأ حرکت ماست. میبینید؟ البته اگر میگم تایم پایین تر که بریم، اینجا گرای خیلی کوچولوتری هست که شاید حتی اونها منشأ حرکت هستن که ما این بزرگه رو میگیریم که بهتر متوجه بشید. فعلا توی آموزش آینده خیلی ریزتر خواهیم شد و توضیحاتی بیشتری خواهیم داد. من اینو پلیش بکنم. میبینید قشنگ اومد روی 50%ش واکنش داشت، دوباره اصلاح و من میتونم که حتی تیپی یکم رو اینجا بذارم، تیپی یکم اینجا بذارم و تیپی دومو یا اینجا یا اینجا بذارم. حالا همین تصمیم شخصی خودتون هست، ولی من به کل میگم که اینجا باز بشه و تیپی یکم کلا یه دونه تیپی داشته باشم و اینجا بسته بشه. اینم ادامه کارمون. اگر که قیمت اومد پایین و یه حالت هفتی شکل داد و با این محدوده نگاه کنید، همین الان ببینید اینجا یه دونه افتیار ساخت. خب افتیار ساخت، میاد اینجا هم یه دونه افتیاره. اینو چیزش بکنم که اینجا هم یه دونه افتیاره. قیمت میتونه که برگرده به سمت پایین از همینجا، یا توی مواردی هست که اینجا یه دونه افتیار یعنی بازی میکنه یعنی یه چند تا بالا پایین خب میره اینجوری و بعد میاد پایین 50% برخورد میکنه، واکنش میده به سمت پایین، یعنی به یه همچین حالتی. حالا ببینیم این چه شکلی میره. دقیقا همونجوری که من بهتون گفتم، بالا پایین بالا پایین بالا پایین، ولی ببینیم بازم در آینده چه اتفاقی میفته. ولی بالا میره. چرا؟ چون این منطقه محدوده پیوت ما هست و میاد اینو انگولف میکنه و به سمت بالا میره. سفارشاتی بوده که اینجا بوده و ما میتونستیم اگر در تایم 1 دقیقه میتونستیم پوزیشن های بای اینجا بگیریم، ولی حالا فعلا در مورد بحث ما این موضوع نیست و من میخوام که صرفا در مورد منشأ حرکت توی این قسمت براتون توضیح بدم. توی فیلم های دیگه، توی
آموزش‌های دیگه اون قسمت ادامهش هم حتما براتون توضیح خواهم داد که چطوری بتونین که توی برگشتش هم ازش سود بگیرین و توی این محدوده ها تارگتش کجاست، چرا تا اینجا اومد بالا، اینا رو همه رو براتون توضیح خواهم داد. امیدوارم که استفاده برده باشین. حتما فیلمو چندین بار ببینید تا متوجه بشین بحث ها رو. موضوع خیلی خیلی در حین حال که پیچیده هست ولی خیلی ساده است. چندین بار اگر ببینید و اگر همراه با من باشید حتما تو آموزش‌های آینده بیشتر متوجه میشین و آشنا خواهید شد با استراتژی RTM. روز و شبتون خوش و سلامت.